پاسپورت افغانستان در رده‌بندی جهانی 13 پله صعود کرد و از جایگاه 116 در سال 2021 به رتبه 103 جهان رسیده است. ریاست عمومی پاسپورت اعلام کرده که پاسپورت افغانستان در تازه‌ترین رده‌بندی جهانی 13 پله صعود کرده و جایگاه بهتری در میان کشورهای جهان به دست آورده است. بر اساس معلومات این اداره، پاسپورت افغانستان که در سال 2021 در رتبه 116 جهان قرار داشت، اکنون به جایگاه 103 رسیده است. همچنین گزارش شاخص هینلی نیز این تغییر مثبت را ثبت و تایید کرده است. مسئولان ریاست عمومی پاسپورت میگویند روند ارائه خدمات در این اداره نسبت به گذشته بهبود یافته و تلاش‌ها برای عرضه خدمات سریع، شفاف و معیاری همچنان ادامه دارد. این در حالی است که پاسپورت افغانستان در سالهای گذشته به ویژه در دوره جمهوریت همواره در پایین‌ترین رده‌های جدول اعتبار پاسپورت‌های جهان قرار داشت و از سوی برخی نهادهای بین‌المللی به عنوان یکی از ضعیف‌ترین پاسپورت‌های دنیا شناخته می‌شد.